3 2 1. سی سالگی سن عجیبیه. انگار از 1-2 سال قبلش کم کم همه چیز شروع میکنه به کمرنگ شدن. لحظه ها، احساسات، حتی هیجانایی که یه زمانی برات مهم بودن یکی یکی محو میشن. اولش متوجه نمیشی، فکر میکنی یه دوره گذراست، ولی یه روز به خودت میای میبینی که نه، دیگه یه چیز مثل قبل نیست. انگار یه چیزی تغییر کرده، یه چیزی که نمیتونی حتی براش اسم بذاری، فقط حس میکنی. دلت میخواد مثل قبل باشی، همون آدم پرشور، همونقدر سرحال، همونقدر خندون، ولی هر چقدر که تلاش میکنی انگار یه چیزی کمه، انگار یه چیزی توی وجودت خاموش شده. یه روز فهمیدم نسبت به همه چیز بی‌حس شدم. چیزایی که برام مهم بودن حالا فقط وجود دارن، بدون هیچ حسی. حتی منی که عاشق دریا بودم، وقتی موجا رو میدیدم دلم پر از هیجان میشد، حالا فقط ایستاده بودم روبروش و نگاش میکردم، گوش میدادم به صدای موجا، ولی هیچ حسی نبود و فقط توی ذهنم یه جمله تکرار میشد: خب که چی؟ اینم آب دیگه. قشنگ و ترسناک، عظمت دریا. فکر کنم یه 12-13 سالی بود که دریا رو ندیده بودم. با این هوا با این هوا خیلی عجیب شده، خیلی عجیب. من فقط اونا رو نمیدونم چجور دارن موج سواری میکنن، اون خیلی عجیبه دیگه. ولی این حس فقط به دریا ختم نشد، کم کم به همه چیز سرایت کرد. غذای مورد علاقه‌ام هنوزم همون طعم همیشگی رو داشتن، ولی انگار دیگه هیجانی نبود، دیگه اون لذت قبل رو نداشتن. دوستایی که ساعتا کنارشون میخندیدم هنوزم بودن، هنوزم میخندیدیم، ولی یه چیزی فرق کرده بود، یه چیز نامرئی انگار بینمون بود، یه حسی که نمیشد نادیدش گرفت. و رویاها، همون رویاهایی که شاید به خیلی هاشون نرسیدم و یه زمانی کل زندگیم بودن. با فکر کردم بهشون شب و خوابم حتی نمیبرد. حالا وقتی بهشون نگاه میکنم فقط توی ذهنم یه جمله میچرخه: واقعا این همون چیزی که یه روز براش میجنگیدی؟ 30 سالگی فقط یه عدد نیست، یه آینه است، یه جایی که توش با خودت روبرو میشی، با تمام سوالا، تردیدها، گذشته و حتی آیندت. و این روبرو شدن همیشه آسون نیست. یه روز به خودم اومدم و دیدم دارم زندگی رو فقط تحمل میکنم، نه اینکه واقعا زندگی کنم، نه اینکه واقعا حسش کنم. فقط روزا پشت هم میومدن و میرفتن، انگار یه فیلم داره پخش میشه و منم تماشاگرشم، نه بازیگرم نه کارگردانش، فقط یه بیننده ساکت که هیچ کنترلی روی داستان نداره. یه روز به خودم نگاه کردم و یه سوال ساده اما عمیق توی ذهنم شکل گرفت: مگه همه این سالا، این تلاشا، این همه دویدن فقط برای این نبود که به این نقطه برسم؟ یادم وقتی بچه بودم همیشه از آینده حرف میزدم، میگفتم وقتی بزرگ بشم قراره بهترین زندگی رو بسازم، کارایی بکنم که همیشه آرزوشو داشتم. اما الان وقتی به اینجا رسیدم انگار اون رویاها محو شدن. شاید چون فراموش کرده بودم که زندگی یه مسیریه که خودم باید بسازم، خودم باید انتخاب کنم که به کجا برم و چطوری باشم. انگار یادم رفته بود که هنوزم میتونم انتخاب کنم و هنوزم میتونم به سمت چیزی برم که میخوام. شاید هنوزم دیر نشده، شاید هنوزم وقت دارم که اون رویاهایی که همیشه تو ذهنم بوده رو دنبال کنم. آره، 30 سالگی سن عجیبیه، ولی شاید این یه شروع دوباره باشه. شاید این یه فرصته که از نو به خودت نگاه کنی، به همه چیزایی که تا اینجا تو رو ساخته و بعد تصمیم بگیری که چطور ادامه بدی. زندگی قرار نیست همیشه یه نواخت باشه، قرار نیست همیشه بدون مشکل یا همیشه پر از هیجان باشی، ولی چیزی که همیشه تو دست خودته اینه که انتخاب کنی چطوری پیش بری، چطور به خودت اجازه بدی دوباره به چیزی باور کنی. زندگی ماجراجوییه، یه فرصت که خودت قراره بسازیش. همیشه همه چیز عالی نیست، ولی همیشه میتونی دنبال اون چیزی باشی که قلبتو دوباره روشن میکنه. پس به این باور برس که هنوزم میتونی.